هراتم غم سرا جمله ضمیر افغان، زلزله رسیده بر سر ما مسلمان. غمی گیران رسید روز و شبم شد تاریک، هم از چشم تر گشتن ناله و فیغان، هم از چشم تر گشتن ناله و فیغان. چنان غم رسیده عیانی بر دل سنگین، آن در هرات جان شمار زیادی از باشندگان این ولایت را و مخصوصا شماری از ساکنان ولسوالی زندجان را گرفته است. قریجات کشکک، ازغلک، نائب رفیع، سیاه آب، کرنیل، سربلند، چاهک، سنجاب و وردکا تقریبا به گونه کامل تخریب شده است. گفتم یعنی ساعت 11 بود که 11:30 این زمین لرزه ماد کلا نمی خاله تخریب شد به یک صدا رفت پایین دیگه. این کلا تخریب شد. بالای 250 تا 300 نفر ما زیر خاک داریم. زلزله تلفات جانی خو هم خیلی رسونده. مولی خانه کلا هوار شده. که تو بشه از ذخیره آب بود برفته، تشنا بود برفته، ما همه خواب شده. دیگه شهیدم زیاد کردیم. آره با ما تبان دقیق نشده چون که همه به در نشده. تا اکنون صدها شهید و زخمی از زیر آوارها کشیده و شمار زیادی هم زیر مخروبه ها به سر میبرند. مسئولان در ریاست حوادث ولایت هرات میگویند تلفات ناشی از این حادثه زیاد است، اما آمار دقیق تا هنوز در دسترس نمی باشد. متاسفانه دلته په ډېر ارتداد سره ځاني تلفات لري، مالی تلفات لري، نور ځایونه ډېر خراب شوي.